سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا یه فروشگاه مواد غذایی به نام لاوداس توی مرکز خریده که مواد غذاییش هم بسیار گرونه، میوه و مواد غذایی حالا من یکم دورتر میبرم این داستانو. بله، اینم از تقریبا 80% از زندگی کانادایی. میبینین که خیلی از فروشنده های اینجا ایرانی هستن، چون اینجا تقریبا توی پلازایی که هست این منطقه بیشتر مربوط به ایرانی هست. میبینین که از صبح که بیدار میشن، خب این آقا مشخصه که ایرانی هست. از صبح که بیدار میشن شروع میکنن به کار کردن. اون خانم رو میبینید که داره اون شیشه های بالای جایی که مواد خوراکی هایی که آماده غذاست رو میذارن اون زیر. قطعا توی ایران هم هست، داره شیشه رو پاک میکنه و اون دو تا آقایی که داخل آشپزخونه دارن کار میکنن. اونم که با صف تیم هورتونه. بله، همیشه صف شلوغه اونجا. تیم هورتونه، کافی و ساندویچ. از زندگی روزمرگی آدم های